برادر سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. امیدوارم خوب باشی سلام برادر. علیکم و رحمت الله و برکاته. سوزی تنجن برادرم مردم سوزم اوز میرود خوب است آواز برادر از فرما. خوبه سوزیم مونده نباشه. پیش از همه اکو امروز ما سیاست گپ نمیزنیم اوی با سرحد گپ میزنیم وقتی که همه وقت لوبوی همه امپریا ها اگر از یولی سیزار یکمین دیکتاتور اول بعدش سر میکنم بعد خوب شه میگم بود چیست پرактیچیسکی هم تئوریتیچیسکی یولی سیزار دیدم اگر مثال نپرمیر چینگیز خان مثال اسمانسکی امپریا اسماعیلی سامانی تاجیکان من نوشته شده چیز هر وقتی که حکومت قدرتش سوست میشود دیکتاتورسکی سیستم قدرتش سوست میشود و همه وقت مانیور میکنند مانیوری که این حاضر عین حال کرده ایستاده است همه وقت ای وقتش میبود گرانیتسای تقسیم میکنن اما اسماعیل سامانی هم وقتی که ای فرزندش بچهش میداد حکومت زمینش میداد من یکنیم 2 سال پیش گفته بودم تاجیکان سپیڅیالنا امام علی رحمان داده بود که مردم به خان آگاه شد و امپراتور ماکیاولیزم کتیم امپراتور آگاه میکند پاد دنیایا نی ساسلاوامی официально آگاه میکند انمون تاجیکان بیام که همون زمینای میداد و اهمی حساب دولت سامانیان پاش بود این تاجیکان گیریم اگر امپراتور یولی سزار اگر چینگیز خان هم گیریم نمیدونم تیموری لنگ هم گیریم از تمامی همین اسمانسکی امپریا هم بگیریم انا میخیر تیپ میکنن دولت تقسیم میکنن برادر عزت بخشش همین اخیر برادر بخشش دقیقه در مسئله پروتکل 44 که امروز به امضا رسید طرف قرقیزستان با یک دهن خنده سر بلند رنگ یک ازدواج پریکول طرف تاجیکا توش میته سبب در چه که رئیس کمیته امنیت به همه یک سشور تا هم شغلوکا گرد و نشر رفتن امضا راوندن آشکار نمیکنه برای ملت برای اون که گفتم که مانیور کردن چی با من تو یک چیز میگم چی با بدخشان دادی سوق داد چی با سوال این همه تماشا داره سوال دو تا логически بدخشان ایکو уязвимый территория ناراضی بسیار سوق دایکو سما سبای ناراضی من میگم این نماینده سوق نه از سوق هستم همه ناراضی واقعا ناراضی او برووردن در دولت نخاطی میبرورن او تاکتیکه این متد هست لیکن уязвимый место метия تقسیم میکند чтобы قدرت ایواز کند мнение دیگه جو برد و این یک بازی مانیور کردن مانیور اینجا دیگه یگون چی نیست مانیور میکنن اینا لیکن اینا میتیان دیسیتن در حقیقت دادستان میگن که همون طرف نپرمیر اگر یگون پرابلم شد او قطعی پرابلم شد و انده این طرفی ما دنبیوید چی به طرف افغانستان گرانیچه دا به حد پاگرانزون نساخت امام علی رحمان سوال لوگیچیسکی برای چی اون طرف ساخت این طرف نمیسازد این مانیور رفته است لیکن ما یک تا دیگه چیز میگم که وقتی که یک تا دیگه چیزی خوبه میگم که اکنون خوبش نمیگذارم ما مردم شاید فهمید گپی منه چون که من فهموندم که این مانیور остальное هر وقتی که любой امپریا اروپا کارول لودویگ بود например جورج واشنگتن ابراهام لینکن например هر وقتی که دولت امپریا ساختنی میشه دولت مستحکم شدنی هست امبیسیه های سیاسی حرکت که دارد با منفعت شخصی با منفعت حرکتش باید یک طرف بذاره وقتی که زمین منفعت ملت زمین میرود منفعت سیاسی نه فهمیدین برای انا همین باید تمام حرکت چی از جانب حکومت باید یک جا شد عمل کرد امام علی سیز شده او داشتن نمیتوند بجرد من گفته بودم که داشتن نمیتوند اون میخواهد نمیخواهد например اینا من مثال میارم قهار محکم افود اینا قهار محکم افود میگیریم امام علی رحمان نبی например پسرش بگویم رستم امام علی اومد تو نیست نه تو نیست بعدی رحمان نبی например کی اومد اپوزیسیون گرفت رحمان نبی کشیده حکومت گرفت تو نیست نمیشد این نمیشد آن چیزی که هر کسی که هست میخواهد وای نمیشد
آن چیزی که معین شده است همون میشود. برای همون این یک منو کردیست. اکای محمد اقبال سازی تنجی راست شما مانده با نباشی. خوبی سلامت باشید. برای همین باید مردم یکجا شد، چی جانب حکومت امبیسیون شخصی منفعت‌های شخصی باید یکجا گذاشت و در حقیقت بر این همین مسئله را جدی باید تحلیل کرد. تیت کردیست این پرابلم میکنن میگریزه میره و این